یکی از بخش‌های عمده و حیاتی در تجارت با پاکستان واردات دواست. بیشتر دواها از پاکستان وارد می‌شد، اما اکنون دولت به دنبال مسیرهای تازه برای تامین دواهای ضروری است. مدت 10 سال میشه خودم در بخش دوای هندی کار میکنم. خواهشمندیم که در زمینه به خاطر فراهم ساختن واردات از اکثریت کشورهای خارجی به خصوص هندوستان که ما خودمون در این زمینه کار میکنیم، مدت خیلی وقت میشه که بعضی مشکلات داشتن. از خواهشمندیم که برای ما یک زمینه آسانتر، ساده‌تر برای ما فراهم بسازن تا ما به هموطنان ما ارائه کنیم. تقریبا ما چندین سالی که میشه دوای ترکیه کارش میکنیم. قبلا از طریق کارگو ما میوردیم دوارم، از طریق زمینی میوردیم. دیگه بنا بر مشکلاتی که فی الحال در کشور ما هست، دیگه بخصوص در واردات دوا، دیگه از امارات اسلامی خواهشمند هستیم که در قبال مالیات همراه سکتور خصوصی، کسایی که بخصوص در سه دوا در وطن ما و شما وارد کننده هستند، بعضی کمک‌های کنن در قبال مالیات، در قبال از اینکه زمینه آوردن دوا سهولت‌تر شود، چون هر قدر دوایی که ما شما بتونیم بدیل در قبال دوای پاکستانی بیاریم، هم به منفعت جامعه ما و شماست، هم به قشر دوایی ما و شما و هم به مریض ما و شما.